و مشاور انجمن علمی گردشگری دانشگاه. ما در این سلسله کارگاه ها هدفمون این هست دوستانی که در خارج از ایران به رشته گردشگری در حال تحصیل هستن در رشته گردشگری، یا دوستانی که نسبت به این موضوع شناخت کافی دارن، از تجربیاتشون از اون تحصیلشون استفاده کنیم برای آموزش دانشجویان رشته گردشگری، هم در دانشگاه خودمون هم در دانشگاه محقق اردبیلی. بدین منظور از دوستانی که در خارج از کشور تشریف دارن یا تجربه سفرهای خارجی رو داشتن استفاده خواهیم کرد در این کارگاه در فضای مجازی و از طریق گوگل میت خواهد بود و سعی خواهیم کرد از کشورهای مختلف این مهمانها رو داشته باشیم. این آموزش، این کارگاه آموزشی به عنوان یک تجربه میتونه در درس‌های مثلا برنامه‌ریزی گردشگری، مثل درس مطالعات تطبیقی یا حتی درس شناخت صنعت، یا درس‌های مثل برنامه‌ریزی گردشگری در کشورهای در حال توسعه میتونه برای دانشجویان عزیز مفید فایده واقع بشه انشاءالله.